مودها یا حالتهای عکاسی چی هستن و یا برنامه‌های عکاسی چی هستن و چه کمکی به ما میکنن؟ توی این تصویری که از یک دوربین عکاسی دیجیتال گرفته شده، ما داریم توی این قسمت مودها یا حالتهای عکاسی رو میبینیم یا برنامه‌های عکاسی رو میبینیم. در واقع ما زمانی که هر کدوم از این مودها یا حالتها رو برای عکاسی انتخاب میکنیم، دوربین به ما اجازه میده که تنظیمات مورد نظرمون رو بتونیم اعمال کنیم و یا اینکه دوربین خودش به طور اتوماتیک بتونه تنظیمات رو برای عکس ما کنترل کنه. مهمترین برنامه هایی که برای دوربین های عکاسی دیجیتال وجود داره، حالت یا مود یا برنامه دستی یا حالتی که با M نشون داده میشه و مخفف حالت مانوال هست، حالت AV و TV توی دوربین های معمولاً کنون نشون داده میشه و حالت AOS توی دوربین های نیکون، حالت P یا پروگرام، حالتی که فول اتوماتیک هست و حالت هایی که برای عکاسی هایی با موضوع های مختلف و اتوماتیک به کار میره. توی این تصویر هم باز داریم همین قسمت رو توی یک دوربین دیگه میبینیم که با حالت M, AV, TV و P اینجا نشون داده شده. معمولا حالت فول اتوماتیک با یک رنگ دیگه توی دوربین مشخص میشه و حالتهایی که به شکل اتوماتیک برای عکاسی های منظره یا پورتره یا ماکرو یا ورزشی میتونیم در نظر بگیریم، حالتی که دوربین میتونه روی لایو ویو قرار بگیره و حالت فیلم برداری رو استفاده کنه و همینطور حالتهایی که میتونه برای ایجاد جلوه های ویژه توی دوربین استفاده بشه. همونطور که میبینیم توی این شکل هم همین موضوع بهش اشاره شده. حالت اتو برای زمانی هستش که فول اتوماتیک هست. توی حالت فول اتوماتیک ما هیچ تنظیمی رو نمیتونیم روی دوربین داشته باشیم. دوربین همه موارد رو خودش تنظیم میکنه برای گرفته شدن عکس و در برابرش حالت دستی رو داریم که توی حالت دستی ما میتونیم تمام تنظیمات رو خودمون روی دوربین برای عکسمون اعمال کنیم و همه موارد رو بتونیم کنترل کنیم، مثل ایزو، سرعت، دیافراگم و بقیه موارد. و حالت AOS که در واقع A همون حالت مشابه AB هست یا تقدم دیافراگم بهش میگیم و حالت S یا همون حالت مشابه TV یا تقدم سرعت هست که تو هر کدوم از این حالت ها ما فقط یک عامل رو میتونیم کنترل کنیم. توی حالت تقدم دیافراگم فقط دیافراگم رو ما میتونیم کنترل کنیم و سرعت رو دوربین خودش تنظیم میکنه به شکل اتوماتیک. و توی حالت تقدم شاتر یا تقدم سرعت ما فقط سرعت رو میتونیم تنظیم کنیم و دیافراگم رو دوربین خودش تنظیم میکنه برای رسیدن به یک نورسنجی درست. و توی حالت پی هم ما میتونیم وایت بالانس و ایزو رو خودمون تنظیم کنیم و سرعت دیافراگم توسط دوربین اعمال میشه و این حالت ها هم برای عکاسی‌های ورزشی، منظره، ماکرو و پورتره میتونه استفاده بشه. و توی این شکل هم دقیقاً همین موارد رو داریم میبینیم. پس نکته مهم این هستش که از چه حالتی استفاده کنیم. زمانی که میخوایم همه موارد رو خودمون کنترل کنیم، در واقع کاملا تنظیمات عکس دست خودمون باشه، زمان کافی داریم برای ثبت عکسمون و میتونیم با دقت کافی عکاسی کنیم، حالت M رو انتخاب میکنیم. مخصوصا برای حالتهای عکاسی خلاقانه یا تکنیک هایی که عکاسی میکنیم، بهترین حالت دستی هست برای اینکه تو حالتهای خلاقانه و ثبت تکنیک های مختلف حتما ما بتونیم عوامل نورسنجی و عوامل مؤثر توی عکس رو خودمون کنترل کنیم. اما زمانی که فرصت کافی نداریم یا میخوایم با سرعت بیشتری عکاسی کنیم یا اینکه کنترل یکی از عوامل بیشتر مد نظرمون هست، میتونیم روی حالت AV و TV که حالتهای نیمه اتوماتیک هستن کار کنیم. AV یا A، TV یا S. زمانی که دیافراگم برامون مهمتره و عمق میدان برامون
نقش مهمتری توی عکس داره. میتونیم روی حالت AV کار کنیم تا حتما دیافراگم رو خودمون کنترل کنیم و سرعت همون سرعتی باشه که دوربین خودش تنظیم میکنه و برامون خیلی مهم نیست. زمانی که عامل سرعت برامون مهمتره حتما میخوایم سرعت رو خودمون تنظیم کنیم. فرضاً میخوایم یک سوژه متحرک رو فیکس کنیم و سرعت بالا استفاده کنیم و دیافراگم برامون خیلی مهم نیست، میتونیم از حالت تقدم سرعت استفاده کنیم. این صفحه نمایشی دوربین هست که توی حالت عکاسی M تنظیم شده. زمانی که مود یا حالت عکاسی M انتخاب بشه که صفحه نمایش به ما نشون داده میشه و همونطور که مشخص هست ما میتونیم ایزو، سرعت و دیافراگم رو تنظیم کنیم و روی شاخص نوردهی مقدار نور تصویرمون رو ببینیم و بقیه عوامل هم قابل کنترل هست. و باز هم توی این صفحه نمایش هم روی حالت M ما میتونیم این عوامل رو کنترل کنیم. الان توی این عکس در واقع چون شاخص نوردهی فعال هست این کادرش رو به شکل رنگی میبینیم. در واقع حالت فعال دوربین روی شاخص نوردهی قرار گرفته و قراره که شاخص نوردهی تنظیم بشه. با کم و زیاد کردن اعداد ایزو یا دیافراگم و سرعت میتونیم در واقع شاخص نوردهی رو تغییر بدیم یا میتونیم بدون تغییر این عوامل خود شاخص نوردهی رو به سمت منفی و مثبت ببریم تا نور عکس ما کم و زیاد بشه. به این عامل در واقع اکسپوژر کامپنسیشن یا جبران نوردهی گفته میشه یا توی حالت اوتو اکسپوژر براکتینگ میتونیم تنظیم اتوماتیک نوردهی رو داشته باشیم. یکی از قسمت‌هایی که روی دوربین ها دیده میشه علامتی به این شکل هست، یعنی یک علامت مثبت و منفی، دکمه‌ای که روش این آیکون یا این نشانه وجود داره با یک علامت مثبت و منفی. مثبت و منفی اشاره میکنه به کم و زیاد کردن نور تصویر یا همون جبران نوردهی. توی این تصویر هم همین علامت رو داریم میبینیم و این عامل داره اینجا توضیح داده میشه که هر جا توی دوربین این شاخص رو دیدیم یا این علامت رو دیدیم مشخص کننده جبران نوردهی هست. منظور از جبران نوردهی کم و زیاد کردن عوامل نورسنجی هست برای رسیدن به یک نور مناسب یا کم و زیاد کردن نورسنجی تصویر یا مقدار نوردهی تصویر. همونطور که قبلا هم گفتیم زمانی که نور تصویر کاملا مناسب باشه شاخص نوردهی روی حالت 0 قرار میگیره. این شاخصی هستش که توی دوربین ها دیده میشه. زمانی که نور عکس در واقع کمه، عکس ما تیره تر هست، حرکت کردن این شاخص به سمت این اعداد میتونه نور عکس رو کم کنه یا زمانی که عکسمون کم نوره این شاخص به سمت اعداد منفی حرکت میکنه و وقتی که عکس نور زیادی داره این شاخص به سمت اعداد مثبت حرکت میکنه و مقابل این اعداد قرار میگیره یا در واقع حرکت دادن شاخص نوردهی به سمت این اعداد باعث میشه که نور عکس زیاد بشه و ما بتونیم عمدن نور عکس رو کم و زیاد کنیم با حرکت دادن این شاخص به سمت مثبت و منفی. همونطور که گفتیم توی حالت تیوی یا تقدم سرعت ما میتونیم عدد سرعت رو تنظیم کنیم و دیافراگم رو دوربین خودش تنظیم میکنه. در واقع دیافراگمی تنظیم میکنه که با اون سرعتی که ما انتخاب کردیم نورسنجی متعادل باشه، یعنی شاخص نوردهی روی عدد 0 قرار بگیره. زمانی که توی حالت تیوی یا تقدم سرعت کار میکنیم دوربین با انتخاب اعداد دیافراگم میتونه شاخص نوردهی رو تغییر بده و نوردهی ما رو جبران کنه. در واقع وقتی که اعداد کوچکتری رو انتخاب میکنه دیافراگم بازتر هست و نور عکس بیشتر میشه و زمانی که اعداد بزرگتری رو انتخاب میکنه در واقع دیافراگم بسته تر هست و نور عکس میتونه کمتر بشه.